قلندر امی میامد میرفت باز یک روز هم بچه که یک پر آورد گفت چی میشه که بچه میشه نامش چی است گفت نامش محمد اقبال است. پدرش یک روز آمد گفت میردم پیش ملا شریف میمونیم اون چیزای نهضتی است گفت اون تاجیکستان مردم خودم تاجیکستان بود دیگه ملایشون باز اینجا پیش همون میخوند چند قپس باز دید امی در کدام جایی بچه را امی قمندان غلام میبینن در کدام کوچه و جا میبینن خیلی بچه که سفید و خوشرو بوده سفیده که خوشرو بوده معقولش میشه امی قمندان غلام اینا میگه به همون چهش وظیفه میده که پیدا کنید این بچه را توی بود رفتیم امی خیلی مردم در توی رفتیم کدام چیز امی قمندان غلام توی بود ما رفتیم خیلی امی اون امی رواجی مانند چیز امی قمندان بچه بازی زیاد میکنن باز خیلی امی دنبورا و همین طبلا و همین چیزا بود دیدیم که آقای همین بچه همین قلندر دیدیم که همون بچه است این بچه خیلی کلاه زنکای پوشیدن در پاش زنگ بسته کردن این بازی میکرد ای بچه ما تو خیلی یک دیگه همون قلندر پیش ما میامد و یک کسی دیگه میره میشناخت ای بچه ببینیم بچه هم بچه نیست که پیش دکان میامد ما تا منامور است